استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه فردوسی 25 دراب 1 کوارتیر 59. ما در این خانه 20 نفر زندگی میکنیم. از این 20 نفر سه کس ما معیوبی درجه یکم و دیو. این خانه از برادرم به ما تحفه ماندگی است. خانه در نداریم. بسیاریم در این خانه چند جا مراجعت کردیم و ما هیچ کمک نرسوند. خیلی بگم خیلی ما هم سه معیوب همین دخترچک بسیار احوالش بده. یک سال 5 ماه میشه و همین دخترک شهر قرغن‌تپه مهمانی میرود. در شهر قرغن‌تپه مهمانی میرود. روز 5 اوگوست پس بلند میشه و سودرگی میتیه. خیلی تلفن میکنم میخیزم میرم با دخترخانه همو شهر قرغن‌تپه با هم قرابلون مراجعت می‌کنیم. خیلی ماشین تعجیل روان میکنم و گرفته با بالیسا میبریم. در آن بالیسا 8-9 روز میسته یکم بهبودی نیست. همین سحری یک ورج میوید با پگاه پگوی باید تگش میوید این شلیتسه میتیه و شلیتسه میتیه همین باور که دیگه تماما نشد نیفتیم دیگه اپلیکی ده توبت کنیم احوال بچه. گفتم این خیلی کنن اگر یه عمر افغان میرم ما اینجا سو میویم اقلا یه جای خوابونا میتونن در بیرون موبایل سوزا و میچو چخسته. بعد رو من پیش هم گلم نشو گفتم که ما هم گلک همو میگیریم باهوش شهر خیمومی با شهر دوشنبه میگیم. گفت که ممکنه سگی وزبی نه. گفتم وزبی هم که باشه ما آدمی هم جاییم باز زنگ میزنم اینا میگیریم. بعد گفت که اگر شما اینا برای گفتم نمیرسه. گفتم نه. بعد گفت خیلی تو میدونه و ماشین شما چی کنی؟ اصلا مقصد که پول ماشین کی بعد گیری بری. گفتم مایش. بعد نمازشون دخترک میگیریم با اون ماشین ترجیحی شقتی برمینم. خیلی میریم ساعت 11 و 12 در استقلال میرسیم. بالیسا استقلال دا میرسیم. در میپروریم خیلی ما اون نسل کش وقتی پروسینو و خیلی و میتیم ما رو خود رستشون میریم پلپتش و میرم. خیلی میبرن میخوابونن شده مصدا همه دکتر جمعشن ورچو خیلی جای او خود جمعشن خیلی پیش گلگ دا و ما رو میبرن یک پلت میتین که این پلت دا همه کلنخشتمان دارن خوران دایی خنکی نبیستن. خیلی بدریم جای جوش گرم با جو مینن شال پارک کلم خیلی بدریم سرشم اونا با خو میرم این قمیشینم این قطورا میبون نماز میخونم خدا میگم همین قطعی صبح میدم با میان فریاد میگن که بیمار میشه و اگه صحیح باشه که تشویش میشم که چیکار باشه. میخوام میبرم میگم اتنجه ما میگوده که باید که اگه پلد خوب کنیم جوری نمیاد سعی خوب می‌کنیم یا گونتا تو قطیش میستیم. مال میدونیم قطیش میستیم شلنگ میگیریم شلنگ باور که یک وجب پشت دستم روسی جلوت کرد. اما شما با ایواز نمیکنی این قپلی مردم میکنه میخری یک بار نمیگم کسالیو چیکار دارن نبوده. شلنگ با آینه و میمونن خشو با گولک نگاه کنی میگیره. گفتم کشکی بر وقت ما گولک اگر ما بر وقت میویم این خیلی نمیشید. گولک ما 10 روز همونجا بیزید چی یعنی نگاهش نکن همین احوال گولک همونجا بچید. های گولک نگاه میکنه با خیا مخو میریم با جو میکنم با دو محبت با خوش ببینیم همین خلقتی 5 مرتبه بعد همین بالیسا استقلال خوب میکنیم. چقدر آدمای خوب چقدر دخترای خوب جای خوب بپل او اوقات بپل خیلی چوب داگیر میکنم با نبداگیش میگه که خیلی یا شب گیره بیه کی همیشه نداریم. همین قطعی همین مرتبه اخیرون گولک همین باید که جای آرومی دا باشه که گاب نزنی و جا نباشه. اما روز همین خونه شو کردیم مهمونی اومده است. خونه می اومده مهمون اومده است. همین گولک اوضاعش بو بجوش است. اوضاع بجوش مهمون میخیزن که گولک بو خیلی سود بهش میتیه. بو میوره خوب میکنه بعد دکتر میگه که همین جای آرومی در کوکی همین وقت جوق نباشه دا عصبش در جوش بیاد. گولک همش ساز همین معنی سر بکنه. بعد همین قطعی موضوع شهر قرغن‌تپه در مختلفی داره. رسیدن کنه و وکیل داد که خلا اما جون گام خونه بکنه دام خونه شما بریخای بیسته تو اومدن من کوارتیر نمیشون. همون خونه دا بعد بودیم گولک ما اونجا خوزی خونه امانتی دا مونده میشه. اونجا مونده میشه. همین پیش نیست. سامانی قرغان پای ترکای. خیلی دو برکت چوب کردن خونه پدرشه این جای دخترای سری ای دخترش خودش. اگه میگم خیلی فرزندای پدر نباشه با چیکار میکنیم خونه رو در. انا اینجا دا با بکم دوی سوداگی کلی کالین 4 تا داره. کلی دیمگیم 2 تا داره. کلی سندیم 3 تا داره. مایداکی 2 تا داره. همه در یک خونه. بچه کالین رفته زمون شهرو مزهش نیست کسالی قنچ دست. همین دخترک ارزیقی همین گامی دخترک مادرش کسالی جوغر میگن زوب شدگی پدرش کسالی قند ارزیقی میره.
اگر دختر جان 100 پلدار باشی که در این قنده نه چی میشه افور میشه خو یک نیم سال چی دیگه هم جو دیگه سو میمونه خیلی معمول حاضر ای به خونگی ای به پلی مراجعت کردیم خیلی معمول با رفتن هیچ یگون چی نشید 20 روز شد یگون کس هم نزد یگون کس هم یردن نکرد خیلی با انا بچه دیمگیم باشه زنش اینوالید ازش نیستم هم بچه‌م قصد نگه بینش نمیکنه 100 سوم پنسیه میگیرم 100 سوم پنسیه چی میشه و هیچ نگه بینش نمیکنه جای خواب ندارم دختر جلوی بالکن به در تیزه و به هیچ خوب خونو پر نمیشه میگن که بعد یک گنجش بدون خوره خود جو بدون خوب میده برق چیز معنی سرم نمیشه من هم شرایطی وضعی ما هم دختر جون خیلی اکای بچه‌ها با ما جا خواهش میکنیم که ما یکی دارن با ما کمک کنن سوا میگیم برای که ما سه معیوبیم در یک خونه خیلی خداوند ما را پروردگار برای کار بتونه زنده باشن با ما کمک کنن که ما صاحبی یا منزل او چه مثل صاحبی توبت می گولک شه بسیار کاری خوب میشه یکی خداوند میگه که پایان شب بسیار سفید است یکی خداوند تو ما را صاحب یا منزل او میکنه یا که خونه را در میاره یا که یگانه کسانی ما توبت کنیم من بسیار شرایطی وضعی دارم دختر جون حالم بسیار زوره خداوند پروردگار هیچ کس هم احتیاجی هیچ کس نکنه